سلام رفقا، توی این ویدیو میریم سراغ قسمت 7 وحشی و بررسی میکنیم که چطور یه جمله ظاهرا ساده از رها میتونه مسیر کل سریال رو عوض کنه. یه نقطه پیچ خورده که خیلی چیزا رو زیر سوال میبره. به کانال خودتون خوش اومدین. قسمت 7 وحشی محدوده به ظاهر آرام و در عین حال پرتنشه که به ما نشون میده بعضی وقتا آزادی میتونه شروع یه زندان جدید باشه. تو این قسمت قضاوت‌های سنگین جامعه و سایه‌ای که رو زندگی داوود افتاده بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به چشم میاد. از همون ابتدا وقتی داوود با کلمه بی‌ناموس رو ماشینش روبرو میشه، مشخصه که جامعه هنوز داستانش رو فراموش نکرده. این نوشته نماد از زخمیه که هنوز تازه است و تلخی یه بی‌اعتمادی عمومی رو نشون میده که روز به روز بیشتر میشه و داوود معلق و بی جایگاه شبیه موجودیه که سعی میکنه رام باشه، اما جغرافیای دور و برش لحظه‌ای فرصت آرامش بهش نمیده. حتی رها که با دفاع قابل قبولش تونست بلیت آزادی رو کف دستش بذاره، هنوز نمیتونه بیخیال شکاش بشه و دنبال نشونه‌هایی میگرده که شاید حقیقت رو از پشت ماجرای قتل بچه‌ها بیرون بکشه. این شک و تردید رابطه داوود و رها رو پیچیده و مرموز میکنه، جایی که احساسات دیگه نمیتونن خودشون رو مخفی کنن. اعتراف رها به تجربه تلخ گذشته‌اش در قالب تصادف عمدی از جنبه‌های تیره و رازآلود سریالی که عمق خشونت پنهان در پس روابط انسانی رو به تصویر میکشه و به ما نشون میده این داستان فقط درباره یه قتل نیست، بلکه درباره زخماییه که هیچ وقت اثرشون از روح آدما پاک نمیشه. تو این قسمت داوود تلاش میکنه زندگی تازه‌ای بسازه و به ظاهر وارد یه مسیر عادی بشه، اما این تلاشا در مقابل فشارهای روانی و قضاوت‌های جامعه تاب نمیاره. رفتن به عروسی دوستش و مواجهه با نگاه‌های بودار نشون میده که این ماجرا قرار نیست به این مفتیات دست از سرش برداره. این تقابل بین گذشته و حال محور اصلی این قسمته. ریتم آهسته و مکث‌های طولانی اگرچه عمق بیشتری به شخصیت‌ها میده، اما ممکنه برای بخشی از مخاطبای منتظر گره‌گشایی و هیجان کمی خسته کننده بشه. شخصیت پردازی این قسمت تو اوج پیچیدگی قرار داره، اما متاسفانه تمرکز زیاد روی داوود و رها باعث شده شخصیت‌های فری اونجوری که باید و شاید فرصت کمک به پیشبرد درامو پیدا نکنن و این مسئله کمی از تعادل داستان کم میکنه. شخصیت‌های فری پتانسیل اینو دارن که ابعاد تازه‌ای از روایت رو روشن کنن و به باورپذیری دنیای سریال کمک کنن. در پایان این قسمت وحشی بیشتر از هر چیزی نگاه عمیق به انسان‌های درگیر بین قضاوت، ترس و امیده، جایی که آزادی به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه به معنای زندگی بین دیوارهای نامرئی زندانیه که توسط جامعه و نگاه دیگران ساخته میشه. لطفاً هر نکته‌ای در مورد وحشی دارین توی کامنت‌ها با بقیه به اشتراک بذارین.